بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتم و بخیر. انشالله که خوب و صحتمند هستین. بچه ها بخیر آمدین. شما هم خوب هستین؟ خدا رو شکر. پس بین که درس خدا شروع کنیم. درس ما و شما درس 24 فصل 2 جغرافی صنف نهم است که در صفحات 69 و 70 کتابتان در مورد دین و زبانهایی که در قاره استرالیا هست و مورد استفاده قرار میگیره گپ خواهد زدیم. ای که کدام ادیان در این قاره دارای بیشترین پیرو است و تعداد این پیروایشان به چه اندازه است گپ خواهد زدیم و زبانهایی که در استرالیا مورد تکلم و استفاده قرار میگیره انشالله حتما خواهد فهمیدیم و خواهد شناختیم. اما پیش از او بیاین یک مرور کوتاه در مورد درس گذشته خودم داشته باشیم. در درس گذشته ما شما در مورد جغرافیای بشری استرالیا گفتیم نخستین ساکنای استرالیا را بومیایی تشکیل میدادند که از جنوب شرق آسیا آمدن وارد این سرزمین شدن و مهاجرت کردن به سرزمین استرالیا. و وقتی که اروپایی از سال 1830 میلادی داخل استرالیا میشن، کمتر از 500,000 فرد بومی در قاره مسکن گزین بودن و زندگی میکردن. افراد بومی استرالیا هم پست تیره داشتن که 550 قبیله بوده و هر قبیلهشان هم از چندین طایفه خرد و کوچک دیگه تشکیل شده بوده. و وقتی که اکتشافات سفیدپوستای اروپایی به نقاط مختلف دنیا انجام میشه، تقریبا 200 سال قبل از او اینا میان وارد سرزمین استرالیا میشن و بین مردم بومی و سفیدپوستای اروپایی جنگ صورت میگیره و به اثر این جنگ ها تعداد نفوس بومیای استرالیا متاسفانه کشته میشه و کم میشه. اما در این اواخر نفوس بومیا تقریبا به 60,000 نفر میرسه، اما شرایط زندگیشان بهتر و بهتر شده. میخواین که نفوس بومیا را بیشتر بسازن و به این تلاش هستن که دوباره به اونم تعداد اولیه یا حتی بیشتر از او هم برسن. و تا سال 1920 میلادی تعداد نفوس استرالیا به 5 میلیون نفر میرسیده و مهاجرای غیر انگلیسی هم وقتی که وارد سرزمین استرالیا میشن در پلوی انگلیسی ها و بومیا تعداد نفوس استرالیا بیشتر میشه که در سال 1945 میلادی جمعیت استرالیا به 7.5 میلیون نفر میرسه و گفته میشه که نیم از این نفوس انگلیسی ها هم تشکیل میده. و مهاجرای جدید ایتالیا از استرالیا از کشورهای مثل ایتالیا، آلمان، هلند و پولند و دیگه کشورهایی که هست میان داخل این سرزمین میشن. در استرالیا در سال 2008 میلادی تعداد نفوس که سرشماری شده گفته شده که 20 میلیون نفر هست و تراکم نفوس هم به طور اوسط در فی کیلومتر مربع 3 نفر تخمین شده و گفته شده. و استرالیا یکی از کشورهایی است که اکثریت نفوسش را گفتیم در شهرها زندگی میکنن و حدود 85% نفوس استرالیا در چند مرکز مهمش زندگی میکنن، سکونت دارن، در حالی که در نقاط دوردستش مثل دهات و قریجات و اینا مردم یا نیستن یا بسیار زیاد کم زندگی میکنن. و تقریبا بیش از 6 میلیون نفوس استرالیا در دو شهر بزرگش، یکی سیدنی بود و دیگه‌اش ملبورن زندگی میکنن. و باید بگیم که در پهلوی مردم بومی در حدود بیش از 90% مردم استرالیا را سفیدپوستای اروپایی مخصوصا انگلیسی ها تشکیل میده، 7%ش آسیایی تشکیل میده و 1%ش مردم است که از جاهای دیگه آمدن و در پهلوی بومی زندگی میکنن. در پهلوی اینا در استرالیا نژاد دورگه هم هست که متشکل از سفیدپوستا و افراد بومی استرالیا است. تمام گپایی بود که در درس گذشته ما شما خوانده بودیم. مرور کوتاه داشتیم بگیم که اهداف درس فعلی خود بگیم، باز بخیر ببینیم که چه چیزا رو ما شما میخوانیم و میفهمیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اولین هدف درس ما و شما آشنایی با دین و زبان قاره استرالیا است. ما و شما باید بفهمیم که در قاره آسیا گفتم، در قاره استرالیا کدام ادیان هست، یعنی آیا اسلام هست، عیسویت هست
یهودیت شاید باشه، بوداییسم شاید باشه، یعنی ادیان مختلف ما شما باید در موردشان معلومات پیدا کنیم. و هدف دومم کسب معلومات در مورد پیروای ادیان و مذاهب که در قاره استرالیا هست می باشه. پس ما شما هم در مورد زبان و هم در مورد ادیان که در این قاره پیرو داره و وجود داره گپ خواهد زدیم و خواهد فهمیدیم. پس آماده هستین که شروع کنیم؟ بسیار. اگر سوال داشتین از ما بپرسین، حتما براتون جوابش میگم. بریم از دین شروع کنیم، ببینیم که در قاره آسیا کدام ادیان هست و کدام ادیان بیشتر پیرو داره. آیا تمامی ادیان که ما شما میشناسیم در این قاره هست یا نه؟ در درس فیلی خود حتما براتون خواهد گفتم. در استرالیا اکثریت مردم عیسوی هستند. ما شما میفهمیم که ادیان الهی و بشری هست، از گذشته دور بوده، اما امروزه هم یکی از ادیان الهی که آخرین دین هست و توسط آخرین پیام آور الهی بر بشر آورده شده و بعد از این هیچ دینی نخواهد آمد و هیچ پیغمبر فرستاده نخواهد شد. دیگه معلومات کافی داره. ادیان الهی میشه شامل عیسویت، یهودیت، نصرانیت و اسلام که گفتیم در قاره استرالیا اکثریت مردم عیسوی هستند. اما در پهلوی دین عیسوی و غیر از دین عیسوی پیروان آیین‌ها و کیش‌های ابتدایی و بتپرستی هم در جزیره اقیانوسیا و استرالیا هستند. یعنی در پهلوی ازی که دین عیسویت پیرو داره و مردم میان از این دین پیروی میکنن، کیش و آیین‌های دیگه مثل بتپرستی در این قاره و در این سرزمین هست. پیروای دین اسلام هم در قاره استرالیا وجود داره، اما در اقلیت هستن. متاسفانه تعداد نفوس مسلمانان در قاره استرالیا بسیار زیاد کم است، اما دین اسلام، دین وحدانیت هم در اوج پیرو داره. انشاءالله که یک روز اسلام فراگیر شود. و تعداد از یهودیا هم در این قاره سکونت میکنن. یعنی در پهلوی عیسویت و بوداییسم مسلمانان هم در اوج هست، یهودیا هم در قاره استرالیا سکونت میکنن. چرا من کلش آسیا میگم در حالی که باید استرالیا بگویم. اگر من اشتباه کردم شما تصحیح کنین و استرالیا است. درست؟ پس اسلام الحمدلله در استرالیا پیرو داره و در پهلوی اسلام تعداد از یهودیا هم در این قاره سکونت میکنن و زندگی دارن. اما از زبان استرالیا بگوییم، ببینیم که در قاره استرالیا کدام زبان رسمی است و کدام زبان ها در ایجا مورد تکلم و استفاده قرار میگیره. به نظرتان کدام زبان در استرالیا رسمی باشه؟ حتما فکر کردین، در فکرتان جوابش رسیده. بدون شک همون دقیق و درست هم است. زبان رسمی استرالیا زبان انگلیسی است. به خاطر چی؟ به خاطر که تعداد اروپایا از جمله انگلیس ها در گذشته بسیار زیاد دور به خاطر اینکه برن سرزمین‌های جدید بگیرن، منابعی که در اوج وجود داره استفاده کنن. به همین دلیل هم است که انگلیس ها وارد سرزمین استرالیا میشن و امروزه یکی از تاثیرات بسیار زیاد مهمی که بر مردم استرالیا، حتی بر بومیای استرالیا داشته، خود زبان انگلیسی است که حتی زبان رسمی استرالیا هم زبان انگلیسی هست. در استرالیا و جزایر دیگه اقیانوسیا زبان‌های مختلف وجود داره که بعض وقتای زبان‌ها از یک ریشه هستند و بعض وقتا هم از هم کاملا متفاوت هستند. یعنی بسیاری زبان‌ها رو شما در این منطقه می‌بینید که ریشه‌هایشان کاملا یک چیز است، نزدیک به هم است و مشابه است. اما بعض از زبان‌های دیگه هم هست که مردم بومی به او تکلم میکنن و کاملا زبانشان از هم فرق داره. اونم زبان‌های بومی استرالیایی میشه. و باید بگویم که اقامت طولانی انگلیس‌ها در جزایر عمده این قاره به خصوص در استرالیا و نیوزیلند سبب شده که لسان انگلیسی در اقیانوسیا به ویژه در استرالیا و نیوزیلند عمومیت پیدا کنه. قسمت پیشتر براتون گفتم زبان رسمی استرالیا انگلیسی است. دلیلش هم است که انگلیس‌ها در نقاط مختلف این سرزمین وارد میشن، مسکن گزین میشن. به این دلیل است که زبانشان هم انگلیسی هست. و در بین تمامی زبان‌های بومی اقیانوسیا پولینزی هم صحبت میشه و مردمشان به زبان پولینزی صحبت میکنن. این که کدام زبان است آدم باید برای یک بار
استرالیا و گوش کنه که این زبان به چی شکل است و به چی شکل افهام و تفهیم میشه. بسیار خوب، بیاین یک جدول ما براتون نشان بدم که این جدول نشان میده در قاره استرالیا کدام ادیان هست و تعداد پیروایش به چی اندازه است. هم ادیان براتون دانه دانه میگم و هم پیروایشان به فیصدی براتون نشان میدم که در کتاب شما هم آمده. اولین دینی که در قاره استرالیا هست و بیشترین پیرو داره دین عیسویت است. کدام دین؟ دین عیسویت که 68% نفوس مجموعی استرالیا را عیسوی ها تشکیل میده. بعد از او دومین دین بوداییسم است یا بودیسم است که 2.1% پیرو در قاره استرالیا داره. بعد از او اسلام است که 1.7% پیرو در این سرزمین داره. و دین دیگه که هست هندویسم است که 0.4% در قاره استرالیا دارای پیرو است و مردم به این دین و عقیده باور دارند. در پهلوی از او 27.8% متباقی مردمش پیرو دیگه آیین‌ها و کیش‌ها و عقاید و باورهای دینی مذهبی هستند. پس ما شما باید بفهمیم که در قاره استرالیا بیشترین نفوس عیسوی ها داره، بعد از او بودیسم هم پیرو داره، بعد از او اسلام است، الحمدلله هندویسم هم دارای پیرو است و دیگه کیش‌ها و آیین‌ها و ادیان و مذاهب هم در قاره استرالیا هست که این جدول حتما براتون نشان میتونم و شما هم تعداد فیصدیشو بفهمین و بفهمین که کدام ادیان در این قاره دارای پیرو است. انشالله فهمیدین؟ بسیار خوب. سوال نیست؟ پیش بریم. بیاین که کوتاه درس خود یک جمع‌بندی کنیم، خلاصه‌اش بگیم، باز بخیر تمام میکنیم. ما شما در درس امروز در مورد ادیان و مذاهب و زبانهای قاره استرالیا گفتیم که در قاره استرالیا اکثریت مردم عیسوی هستند و در پهلوی دین عیسوی کیش‌های دیگه، مذاهب دیگه، ادیان دیگه هم دارای پیرو است. از جمله ما شما گفتیم که اسلام، یهودیت، هندویسم، بوداییسم و کیش‌ها و آیین‌های دیگه در این سرزمین و در این قاره دارای پیرو است و پیروان دین اسلام هم در این قاره وجود داره و تعداد از یهودیان هم بسیار زیاد کم در قاره استرالیا سکونت دارن. زبان اصلی استرالیا را گفتیم که انگلیسی است، به خاطر که انگلیس‌ها وقت نقاط مختلف دنیا را از جمله استرالیا را میگیرن و وارد سرزمین به نام استرالیا میشن. زبان اصلی مردم که مورد تکلم قرار میگیره تبدیل میشه به انگلیسی. البته زبانهای بومی هم هست که بسیاری وقتا گفتیم دارای ریشه‌های مشترک هستن، بسیار نزدیک و مشابه به هم هستن، اما بسیاری از زبانهایش هم هست که از هم کاملا متفاوت است و در بین تمامی زبانهای بومی و اقیانوسیه یکی از زبانهایی که تا هنوز هم به او صحبت میشه و تکلم میشه زبان بود به نام پولینزی. گفتم که این زبان ما هم نمیفهم که به چه شکل است، اما یک مطالعه کنیم، یک سرچ کنیم، ببینیم که به چه شکل تکلم میشه و چی نوع زبان است. خوب است آدم زبانهای مختلف یاد داشته باشه. وقتی شما یک زبان یاد دارین یک فرد هستین، وقتی 2 زبان یاد میگیرین 2 فرد میشین، وقتی 3 زبان، 4 زبان، 10 زبان، به هر تعداد زبان که شما زیاد یاد میگیرین به اونمو تعداد شما افراد بیشتر محاسبه میشین و در کارهای روزمریتان بسیار زیاد شما رو کمک میکنه، در روابطتان، در موفقیتتان، در هر بخش زندگیتان تاثیرگذار است. پس کوشش کنین که حتی زبان پولنزی استرالیای بومی ها را هم ببینین که به چه شکل است. بسیار خوب. ببین که اگر شما سوال ندارین من از شما سوال بپرسم. نوشته کنین 3 سوال کار خانگی. سوال اول، از زبان اول میپرسم، درست؟ باز بعد از مورد دین استرالیا هم خواد پرسیدم. نوشته کنید سوال اول، زبان رسمی استرالیا چیست؟ بنویسید. زبان رسمی استرالیا چیست؟ بنویسید. سوال دوم، ادیان استرالیا کدام هاست؟ سوال سوم، کدام ادیان دارای بیشترین پیروان در استرالیا هستند؟ کدام ادیان دارای بیشترین پیروان در استرالیا هستند؟ ما گفتیم از بیشتر تا به کمتر رفتیم که بیشترین دینی که پیرو داشت عیسویت بود. درست است نه؟
بعد از او بوداییزم بود، بعد از او اسلام بود، بعد از او هندویزم بود و 27 اشاریه چند فیصد هم کیشا، آیین‌ها، عقاید و باورهای دیگه دارای پیرو در قاره استرالیا بودن که در جدول دانه دارم براتون گفته بودم. شما جواب سوال سومتونه به اساس او جدولی که براتون نشانم حتما میتونین جوابش نوشته کنین. گرفتین؟ هر سه سواله؟ بسیار خوب، تشکر. تا که بازم همدیگه را میبینیم، در سایتان حتما مرور کنین، کارهای خانگیتان انجام بدین، مطالعه را هیچ وقت فراموش نکنین. کوشش کنین که هر متن را که پیش دستان میرسه یک بار باز کنین بخوانین. شما میتونین که چیزهای نو از او بیاموزین، لغات نو یاد بگیرین و در افاده و بیانتان، در نوشتنتان، در صحبتایتان بسیار زیاد تاثیرگذار است. حتی مطالعه کردن خواب آدم تنظیم میکنه، تقویت حافظه میکنه. بر علاوه از اینکه بسیار چیزا رو یاد میگیریم، سبب تقویت حافظه و خواب ما شما هم میشه. تا که بازم همدیگه را میبینیم، همیشه خوب صحتمند باشین. الله نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.